دور از جون. اوکی باشه. خب پس من الان ریکورد رو شروع کنم با اجازه. بعد انگلیسی میریم یا فارسی هستیم؟ فارسی. اوکی. آره. یه کوچولو صحبت میکنی؟ سلام علیکم، حالتون چطوره؟ هلو خوبه. هلو. عالی. میخواستم فقط صدا رو ببینم چقدره. اوکی. سلام شبنم، ممنون که وقت گذاشتی، خیلی ممنون. بعد از کلاست هم هست، شاید یک کوچولو خسته باشی. ممنونم ازت واقعا. سلامت باشی. سلام حامد جانم، چطوری؟ خیلی خوب شد که دیدمت، دلم هم تنگ شده بود، یه مدتی بود که ندیده بودیمت. انشالله که همه چیز به خیر و خوشی باشه. انشالله برای شما هم همینطور. خب شبنم جان، تو یکی از معلمایی هستی که واقعا بر من الگو بوده، خیلی چیزا به هم یاد داد، باعث شدی که واقعا هم شما هم آقای قاسمپور و بقیه بچه ها توی اون مجموعه باعث شدین که من در مورد خود تدریس، حالا جدا از همه چیزای رفاقتی، در مورد خود تدریس واقعا خیلی جدی‌تر شدم با دیدن شما. کلی مسائل جدید یاد گرفتم که اصلا شاید نشیده بودم، شاید اگه شما رو نمیدم هیچ وقت هم نمیشنیدم و بابت این اول ازتون خیلی ممنونم که این انگیزه رو به من دادین، این فرصت رو به من دادین. و دوست دارم قبل از اینکه وارد حالا بحث‌های جدی‌تر بشیم یه کوچولو راجع به خودت به همون بگو که چی شد اصلا وارد تدریس شدی، چرا اصلا تدریس و چی شد که اینقدر علاقه‌مند شدی و دوست داشتی ادامه بدی. خب من تدریس رو در واقع از سال 87 شروع کردم. اصلا داستان چی شد که اصلا من چون رشته دانشگاهی مدیریت صنعتیه، حتی الانم فوق لیسانسی که میخونم باز HRM مدیریت منابع انسانیه. اتفاقی که افتاد این بودش که من بعد از که دانشگاهم تموم شد میخواستم که اصلا برم تو فیلد آکادمیک، برم برای استادی دانشگاه و اینها. خب قطعا نیاز به زبان داشتم، شروع کردم به یادگیری زبان. خب اون موقع تو اون زمان کیش، مؤسسه کیش خیلی پرقدرت، سالها بود، 20 سال بود که داشت کار میکرد و خب هممون میدونیم که مؤسسه زبان کیش در واقع پیش قدم سیستم نوین آموزش زبان بود توی ایران بعد از حالا سیستم های قدیمی و خیلی در واقع سنتی که وجود داشت. خب بسیار کلاس های عالی داشت. خب اون موقع هم کلاساش این مدلی بود که کلاس های هر روز بود. خب قاعدتا شمایی که هر روز درگیر زبانی، اکسپوژر به زبان هست، حرکت شما رو به جلو قاعدتا بیشتر سریعتر میبره جلو. خب دیگه اصلا دلیل این که اصلا من زبان رو شروع کردم یک چیز دیگه بود. اما حالا یه اینجا نقب بزنیم به سمت ما معلم ها که چقدر ما معلم ها میتونیم که تاثیرگذار باشیم. من همیشه این رو تو کلاس های TTC به عنوان یکی از وارم اپ هایی که میام، به عنوان آیس بریکر هایی که میذارم توی اون سبک کلماتی که میذاریم که بچه ها حدس بزنن که بتونیم بیشتر به شناخت هم برسیم، همیشه یه اسمی اونجا میذارم به نام عطیه و همیشه هم آخرین مورد اون رو میپرسم. همیشه مثلا بچه ها میگن که این چیه، دوستت، مامانت، خواهرت. آخر سر میرسیم حالا به این که عطیه کی بود. عطیه یک معلمی بود که من داشتم و اینجاست که اون نقطه طلایی کار ماست. کار ما کار سنگینیه، کار خسته کننده ایه. یک وقتایی به شدت ناامید میشیم از آینده آموزش، ولی اینقدر ما میتونیم تاثیرگذار باشیم در آینده شاگردهامون. فرقی هم نداره شما تو چه زمینه‌ای کار میکنی. به عنوان یک معلم شما میتونی تاثیر حیاتی در راه و روش و زندگی شاگردت داشته باشی. میتونه زبان آموزت باشه، میتونه شاگرد مدرسه باشه، میتونه شاگرد دانشگاهت باشه، فرقی نمیکنه. حالا چی شد که من اصلا به این سمت کشیده شدم؟ این دوستم که الان دوستم، البته اون موقع معلمم بود، عطیه، انقدر این آدم ددیکیتد بود، انقدر این آدم با انگیزه بود، انقدر عاشق کارش بود، ناخودآگاه بدون اینکه و باورت نمیشه کل اون کلاس تبدیل به معلم شدن. کل اون کلاس تبدیل به معلم شدن، تبدیل به ترینرهای بسیار عالی شدن. ببین که یک معلم چقدر میتونه قدمهای یعنی در واقع نقش پررنگی تو زندگی شاگرداش داشته باشه که اصلا راه و هدف این آدم ها رو عوض بکنه. یکیشون الان توی مثلا آمریکا معلم مدارس ابتدایی، یکیشون نمیدونم توی جای دیگه. اینقدر تاثیرگذار بود دیگه. ناخودآگاه تاثیر این آدم منو سوق داد به سمت
معلم شدن. از همونجا شروع کردم با آزمون‌های معلمی مؤسسه کیش رو داریم و اونجا یه تافل پیپر بیس میگرفتم. آزمونش رو قبول شدم و بعدش هم دیگه حالا اون مؤسسه کیشی که اونجا بود تبدیل به هرمس شد، رفتم هرمس. خب شانس این رو داشتم که بعد از 1 سال که کار تدریس شروع کردم و همزمان با یک اصلا یه برات بگم اولین جلسات کلاسم رو اصلا کلن باید واسه تعریف کنم. اولین جلسه 24 تا بچه، یکی از تو گوشم میرفت تو، یکی از تو دماغم میاد بیرون، به خاطر اینکه اصولا بزرگترین مشکلی که یک معلم داره، مخصوصا ناویس تیچرز ها، معلم هایی که تازه کار رو شروع میکنن، بیشترین مشکلی که معمولا ما معلم ها داریم اینه که توی کلاس منیجمنت یکی مشکل داریم، به شدت مشکل داریم، چون کلاس منیجمنت چیزیه که شما باید لمسش بکنی، شما باید یواش یواش در طول زمان انقدر ناخودآگاه آزمون و خطا پیش میری، چون خیلی از تکنیکا روی بچه‌ها. ما طرف حسابمون چیه؟ آدمیزاده. آدمیزاد موجود پیچیده ایه. هر آدم مدل برخورد باهاش، مدل تکنیکی که تو روش به کار میبری متفاوته با اون یکی. خیلی آدما با هم فرق دارن. خلاصه که داستان اینطوری شده که من همزمان خردسال، کودک، نوجوان، بزرگسال و همه لول ها یعنی باید میدیدی با چه شرایطی من از کلاس خردسال مثلا در می اومدم very young learners، بعد میرفتم تو کلاس ادوانس بزرگسال و قشنگ یعنی یه چند دقیقه مغز من چی میگیم گریپ هاچ، فارسی کلی کم گریپ هاچ میکنه این مغز من گریپ هاچ میکرد که الان از اون سبک صحبت کلاس خردسال در مثلا در حد استارتر باید بیام روی سطح ادوانس. خیلی داستان جالبی بود. اما واقعیت اینه که شاید الان خیلی قبول نداشته باشن اینو، اما واقعیت اینه که حامد، من خیلی از درس هایی که میگرفتم، خیلی از خلاقیت هایی که تو کلاس های بزرگسالان استفاده میکردم، قبلش تو کلاس کودکان پیاده کرده بودم. یعنی چی کار میکردم؟ میومدم تو کلاس کودک اون ایده رو پیاده میکردم، سر کلاس بزرگسال این رو یه جوری در واقع بستش میدادم، تغییرش میدادم بنا به نیاز زبان آموز بزرگسالم، بنا به حالا سلیقش، بنا به اون انگیزش، مدل خاص خودش رو عوض میکردم و چقدر جواب میداد. به خاطر اینکه آدم ها درسته که میگن ما بزرگ شدیم، ولی باید قبول بکنیم که همه ما کودکانی هستیم که فقط قدمون بلند شده و لذت میبریم از این که این کلاس ما، اون نحوهی که داریم یاد میگیریم، علاوه بر این که حالا یک حجم زیادی از آموزش داره، یک عالمه توش در واقع انرژی و فان و اینا باشه. ببین چقدر این ور اون ور میپرم. خلاصه بعد از این یه سال نه خیلی دقیق اتفاقا مثلا دارم آخه راجع به خودم حرف میزنم. حالا چطور شد؟ شروع کردم همزمان همه لول ها رو. بعد از 1 سال همونجا دوره سلتای حدود 3 دوره اومد ایران. خیلی من شانس این رو داشتم که چون بالاخره هزینه بود، باید میرفتی کشور خارجی. بعد من یک معلم خیلی تازه کار بودم، جوان، 1 سال کار کرده بودم. خب وقتی هم که اومد ایران، همزمان آدم‌های بسیار بزرگی از ELT ایران اومدم و تو اون دوره‌ها شرکت کردم. خب شما تصور کنید، ما جوجه بودم در کنارش. مدیر آموزش همون مؤسسه مثلا هرمسی که من داشتم کار می‌کردم، نفر دوم آموزش، نفر سوم آموزش، همه اونجا تو اون کلاس‌ها مثلا هم کلاسی‌های من بودن، من معلم تازه نفس. اون تجربه بسیار جالبی شد و کلن دید من رو نسبت به تیچینگ، نسبت به اون کاری که دارم انجام میدم متفاوت کرد. ببین انگار برای شما قشنگ میاد یک نقشه راه گذاشت که مثلا گفته پس اینه. با اینکه دوره‌های TTC که ما گذرونده بودیم خب خیلی شبیه بود به سلتا، به خاطر اینکه خود خانم رضایی که الان دلتا هولدر هست و اصلا سلتا ترینر هست، اون موقع ناخودآگاه آموزش ما رو هم بر مبنای اون گذاشته بود، ولی حضور در اون دوره خیلی خیلی اون نگرش و نگاه من رو به آینده کارم، به نوع کارم تغییر داد. دیگه بعد از این که سلتا رو گذروندم، ترینرها هم از خارج از کشور اومده بودن یا؟ بله یکیشون کانادایی بود، نیکو گاردن، یکیشون کتی بود، آیریش بود، یکیشون جین میکینگ بود که اصلا رئیس خود IH دبی بود اومده بود، یکیشون دیگه یه خانمی بود فیلیپا
چون اونا مال گروه ما نبودن، 24 نفر بودیم تو دوره اول. اونم باز انگلیسی بود کاملا، اصلا کلا از خود آیچ برگزار شد، مدرکش اینا همه چیش با اونا بود. فقط در واقع اینجا هرمس و خود خانم رضایی فقط فضا و کلاس رو مهیا کرده بودن که بچه‌ها بتونن دوره برگزار بشه، که 3 دوره هم بیشتر نشد، نمیشه دیگه متاسفانه، دوباره برگشت قطع شد. ولی خب شانس من بود دیگه، تونستم حالا با هزینه کمتر. چقدر بود؟ فکر کنم کلا مثلا شاید 2 میلیون داده بودم، باورت میشه 2 میلیون. سلتای که الان بچه‌ها حیوانی با 100 میلیون پول بدن، قشنگ برای من نزدیک 2 میلیون تموم شده بود. و 2 میلیون مثل 100 میلیون الان نبود، افوردبل بود. من حقوقم 4000 تومان بود، حقوقم ساعتی برای 90 دقیقه فکر میکنم، آره 4000 تومان. آدم صحبت میکنه خیلی مسخره است، 4000 تومان حقوق. خب انگار مثلا دارم از عهد دقیانوس صحبت میکنم، نه والا مال 15 سال پیشه، خیلی دور نیست دیگه. بعدش همونجا تو اون شعبه‌ای که کار میکردم، شعبه 4 هرمس، درخواست شد ازم که به عنوان سوپروایزر مشغول بشم دیگه. یه چند سالی اونجا سوپروایزر بودم، همزمان کار تیچینگ هم میکردم، چون واقعا من معتقدم کسی که کار اجرایی انجام میده، کار مدیریتی انجام میده، اگر درگیر تدریس نباشه هرگز نمیتونه تغییراتی که در مورد آموزش وجود داره، تغییراتی که در ماهیت زبان آموز وجود داره، هرگز نمیتونه درک کنه. بنابراین هر مدیر آموزشی، هر سوپروایزری باید حتما ترم 1 کلاس رو داشته باشه توی همه گروه‌های سنی، به خاطر اینکه بتونه درک کنه که الان این نسل جدید نیازهاش چطور شده. شاید تو هنوز فکر می‌کنی بچه‌های مثلا نوجوان اون اکسپوژرشون به زبان کمه، ولی نگاه می‌کنی وقتی میری توشون می‌بینی شاید بلد نیست حرف بزنه، ولی انقدر لیسنینگ‌های خوبی دارن به خاطر سانگ‌هایی که دارن مرتب گوش می‌کنن، قشنگ متعجب میشی. بنابراین داستان خیلی متفاوت میشه. اگر شما داخل ماجرا نباشی هرگز نمیتونی یه مدیر خوب باشی. دیگه خلاصه سالها سوپروایزری کردم، همزمان تدریس هم میکردم تا اینکه دیگه دلارام به دنیا اومد. یه چند سالی، چند سال که نه، چند ماه دور شدم، ولی دیگه از کار سوپروایزری دور شدم دیگه. فقط مشغول تدریس شدم که بعدم اومدم حالا اونجا تو پلاس که با هم کار شدیم. یه چند سالی صرفا کار تدریس بزرگسال انجام دادم و بعدش که دیگه دعوت به کار شدم توی مؤسسه ایرانمه به عنوان مدیر دپارتمان کودک و نوجوان. خب تقریبا هیچی نداشت، ضعیف بود، نه خط مشی داشت، نه سیلابس درست. سیلابس داشت ولی چیزی که تخصصی کار کودک باشه نبود. هر کی خاله شادونه بود اونجا میتونه سوپروایزر بشه. یعنی رسما به خدا، یعنی رسما تصور این بود که هر کی کار کودک میکنه باید خاله شادونه باشه، مهم نیست سواد نداشته باشه. حالا تو فکر کن چقدر سخته که بخوای داستان رو تغییر بدی. خب البته انصافا هم خیلی حمایت شدم از جانب مدیران و عوض کردیم دیگه. قشنگ اونجا رو یک انقلابی رو انداختیم. باورت نمیشه سال قبل از کرونا که آخری سالهای کار من به عنوان مدیر دپارتمان کودک بود، جلسات سوپروایزرهای کودک که برگزار میشد، از 21 نفری که اونجا نشسته بودن 10-15 نفرشون سلتا هولدر یا تیسول هولدر بودن از سوپروایزرهای کودک. تو میخوام ببینید چقدر این سبک تفکری تغییر کرد، از کسی که مثلا باید با عنوان یه خاله شادونه‌ای باشه که فقط خوش اخلاق باشه، به کسی که دارای مدرکی بود که یک مدرک کاملا قابل قبول بین‌المللی بود و واقعا بچه‌ها خوب کار کردن. تیم بسیار قوی خوب کار کرد و رسما شدیم به شماره 1 کودک و نوجوان و آمار بسیار خوبی داشتیم. از آمار 2000 تا من از خرداد 96 توی مهر ماه رسیدم به 5000 تا، همون سال 96 زبان آموز کودک و نوجوان، و سال 98 که تحویل دادم دپارتمان رو به دوستم و خودم شدم مدیر آموزش 10,000 تا زبان آموز کودک و نوجوان داشتیم به فاصله 2 سال و نیم و خیلی رشد خوبی داشتیم. از همه مهمتر که بیشترین آمار ثبت نام ما معرفی بود و تو قطعا چون خودت کار آموزشگاه میکنی میدونی وقتی آمار ثبت نام شما آمار معرفیه یعنی کیفیتت بالاست. از چیزی بچه‌ها خودشون دارن میگن ما اینجا میریم بیا خوبه. آمار 90% آمار ثبت نام کودک نوجوان ما معرفی بود. حالا دیگه بگذاریم داستان‌های کرونا چه اتفاقاتی افتاد و اینها
تا اینکه الانم که دیگه اومدم اینجام دیگه انگلیسم دیگه. الان اونجا اومدم قطعا که کلاس آنلاین که از ایران و این ور اونور داری؟ آره ببین، آره کارهای آنلاینم همچنان میکنم، در واقع ترینینگ هام رو دارم. خیلی محدود شده به خاطر تفاوت زمان، ساعت و اینها یه خورده برامون سخت شده واقعا هماهنگ شدن، مثلا روزای تعطیلی ما. من مثلا خب پنجشنبه جمعه ها ممکنه سر کار باشم، اینجا هم خب بالاخره به عنوان معلم دارم کار میکنم منتها تو مدارس. حالا خیلی برام جالبه، اینم صحبت میکنیم راجبش، راجب اون تفاوت‌های کاری ما توی ایران با تفاوت‌هایی که تو سیستم آموزشی اینجا وجود داره. شاید خیلی چیزا رو ما ضعف داریم، ولی توی یه سری نقاط من نگاه میکنم میبینم که چقدر ما خوبیم، یعنی چقدر قدمای درستی برداشتیم. خب شما تصور کن از یک کشور در حال توسعه اومدی به یک کشور توسعه یافته و تصورت اینه که همه چیز پرفکت هست، همه چیز عالی هست، ولی نگاه میکنی میبینی چه باگ‌های عجیبی دارن تو سیستم آموزشیشون که باید رفت بشه. اون آهنگ پینک فلوید بود Hey Teacher، الان من تعریف میکنم که مثلا چیز میکنه، آهنگ بود Hey teacher leave them kids alone. ببین یعنی واقعا یه وقتایی من سر کلاس که هستم میخوام اینجوری قشنگ بهشون بگم. ببین ما توی دوره‌های تربیت مدرس چیزی که به بچه‌ها خیلی تاکید میکنیم، میگیم آقا کودکان دارای شورت اتنشن اسپن هستن. یعنی چی؟ یعنی که این بچه‌ها بنا به سنشون هست، سنشون حالا هر چقدر ضرب در 2 میکنه، یه بچه مثلا 3 ساله نهایت زمانی که میتونه تمرکز بکنی 6 دقیقه است. یعنی 3 رو باید ضرب در 2 بکنی، 6 دقیقه است. یعنی چی؟ یعنی عزیز من بعد از 6 دقیقه اکتیویتی رو عوض کن، چون اون بچه دیگه به تو گوش نمیکنه. یه هوی وسط کلاس مثلا تو داری درس میدی میاد میگه خاله، تو خاله ای، خاله چقدر لاکات قشنگه، مامان ما هیچ وقت لاک نمیزنه، میشه مامان ما هم لاک بزنه مثل شما؟ الا مثلا من دارم کالرز ها رو درس میدم، لاک چی میگه این وسط؟ چرا؟ چون دیگه حالت تو یه جورایی اون 6 دقیقه، یعنی اگه تو خیلی کارت خوب باشه میتونی اون 6 دقیقه رو نگرش داری. ببین و متاسفانه این لعنتی این من همیشه به بچه‌ها میگم، به ترینی ها میگم، توی دوره های چیز میگم، این فرموله، تئوریه. واقعیت اینه که در واقعیت این کابوس بزرگ دنیای مدرن این اتنشن اسپن بچه‌ها رو حتی به نصف هم تبدیل کرده، چون دیگه به هیچ عنوان تمرکزی ندارن، سریع میپرن. و شما تصور کن یک معلم خردسالی very young learners، یه معلم young learners باید برای یک کلاس 90 دقیقه‌ای به ازای هر 10 دقیقه حداقل یک اکتیویتی جدید داشته باشه، چون به محض اینکه اکتیویتی تموم میشه دوباره تو بچه‌ها رو همه رو میاری تو مسیر. اما اگر همچنان داری روی اکتیویتی کار میکنی بچه‌ها قشنگ پخش و پلان همه جا هستن الا اونجایی که باید باشن. خب حالا این رو داشته باش، بیا اینجا برگرد تو کلاس‌های دبستان‌های انگلیس، دبستان‌های لندن، یکی از بزرگترین متروپولیتن های دنیا. میری تو کلاس، بچه 5 ساله 6 ساله year 1 سر کلاسن، 8:30 میان تو کلاس، 1 رو به 11 این بچه ها از کلاس میرن بیرون. 15 دقیقه استراحت دارن، دوباره برمیگردن، دوباره ساعت 1 میرن بیرون، 1 ساعت نهاری دارن، بعد میان تا نیم ساعت نهاری دارن، بعد میان تا ساعت 3:30 سر کلاسن. و بعد تا از این بچه‌ها انتظار داری 3 ساعت سر کلاس روی صندلی بشینن. و یه چیز دیگه راجع به مثلا نمایش دادن فیلم ها، ما توی تدریس ریسپتیو اسکیلز ها و نمایش انیمیشن ها همیشه به معلم میگیم شما حق نداری بذاری یه کارتون، بچه خودش میره خونه کارتونه رو میشینه با زبان دوبله هم میبینه، میای میشینی سر کلاس مووی سیشن داریم. مووی سیشن یعنی چی؟ مووی سیشن چیه؟ مووی سیشن بچه بشینی کارتون نگاه کنی، تو موبایل بازی تو بکنی، شبکه‌های اجتماعی تو چک بکنی. دقیقاً حرفی که ما میزنیم میگیم ما نهایت 10 دقیقه 15 دقیقه با تاسک
بعد شما میبینی مثلا بچه کلاس اول رو میذارن اینجا مستندهای، البته ریلیتد توی درس هاشون، مستندهایی که توی یوتیوب هست، 10 دقیقه باید بشینه بچه مستند یوتیوب نگاه کنه بدون اینکه قبلش هیچ تسکی داشته باشه. ما موقعی که داریم آموزش میدیم به بچه‌ها، به معلم‌ها، همیشه چی میگیم؟ میگیم first task then text. یعنی اول باید سوال رو مطرح کنی، اول بچه باید بدون هدف داشته باشه واسه تماشا، هدف داشته باشه واسه گوش کردن، هدف داشته باشه واسه خوندن، بعدش بشینه نگاه کنه که بدون چی رو باید جواب بده. همینجوری میگن خب بشینین رو نگاه کنین. بچه کلاس اول ببین قشنگ مغزم منفجر شده بود، راجب لیدرشپ نشسته بود مستند نگاه. البته شبنم یه چیزی راجب مثلا ابتدایی خودمون، یه چند وقت پیش چند تا کلیپ خیلی وایرال شد از این معلمای ابتدایی که از خودشون فیلم میگرفتن موقع کلاس. بعد دقیقاً حالا یه جورایی شبیه به این چیزی که میگی رو اونجا میشد دید. مثلا یه دونهشون کلاس املا بود، بعد معلمه اومده نشسته پاشو انداخته رو پاش، بعد تو فیلم هم معلومه داره پاشم تکون میده، یعنی خودش هم حوصله‌اش سر رفته. بعد میگه که خب، بعد اینستراکشن اینجوری شروع میشه، خب بسم الله املا، یعنی اینستراکشن 3 تا کلمه فقط توشه. بعد تا آخر کلاس هم که همون یه دونه املا رو دارن 45 دقیقه 1 ساعت. بعد همین چیزی که دقیقاً میگی اتفاق میفته، یعنی از دقیقه دوم کلاس بچه‌ها شروع میکنن، خانم من میشه نارنگی بخورم، خانم نمیدونم این بغلیم فلان، یا خانم مامانمون دیشب گفت نمیدونم چغلی‌ها رو یادت نره بگی. دقیقاً، یا بودو میان مثلا خانم ما اینمون قشنگه. و حالا جدا از این که یه وقتایی این ممکنه اوید نشه آدم، یعنی یه موقعی ممکنه اتفاق بیفته، به هر حال شاید نمیشه 100% هم همیشه اتنشنشون رو نگه داشت روی اون تسکی که داری انجام میدی، ولی به هر حال به نظرم این که معلم بدونه که این اتفاقات نشونه اینه که بچه‌ها دارن از دست میرن، یعنی تسک تو از دست رفته و حالا باید یه کاری جدیدی بکنی. اینو حداقل باید بدونن که بتونن حالا تو اون لحظه یه کار جدیدی بکنن، یا اگه از قبل آماده کنن. ببین نیاز به بازنگری داره، اصلا سیستم آموزش مدرسه‌ای به هر صورت نیاز به بازنگری داره. اینو سالهاست که متخصص‌های درست حسابی زمینه آموزش دارن میگن، ولی فقط اونجا تو سیستم آموزشی ما، حالا جدای از محتوای اشتباهی که داره اونجا تزریق میشه، چون محتوایی که اینجا داره به بچه‌ها تزریق میشه محتوای بسیار مفیدیه. من کیف میکنم محتوا رو میبینم، محتواییه که قشنگ به درد زندگیشون میخوره. یعنی اصلا بیشترین چیز اینه که برای ریل لایف داره این بچه ها رو آماده میکنه. بسیار متفاوته با محتوایی که تو مدارس ما داره میره جلو. اما تنها نکته مثبت مدارس ما اینه که آقا بچه ساعت 8 که سر کلاسه 9 زنگ تفریحه. میدونی منظورم چیه؟ بچه های ما مخصوصا تو دبستان ها هر 1 ساعت، هر 1 ساعت و ربع، حداکثر هر 90 دقیقه یه زنگ تفریح دارن. این مایند بریک اتفاق میفته. اون اکسیژنی که نیاز هستش که به مغز بچه برسه، آقا این اکسیژن چجوری به مغز میرسه؟ خون وظیفشه این کارو بکنه. خون چجوری حرکت بکنه؟ این ماهیچه بیچاره باید وول بخوره. خب تو وقتی بچه رو نشوندی رو صندلی، ماهیچه رو چجوری وولش بده؟ حتی باید مثلا من میبینم چه تو مدارس ایران چه تو مدارس انگلیس، این وسط این بچه ها رو حتی بلند نمی کنن یه فعالیتی داشته باشن که این ماهیچه تکونی بخوره که اون حرکته بره جلو. خلاصه که داستان اینطوریه که ما لااقل در زمینه ELT کارمون درست بود. همه اینا رو گفتم که به این نقطه برسه. یادم فکر کنم هفته اول یا دومی بود که رفته بودین، بعد یه عکسی گذاشتی برای ما که یه اشتباهی رو نوشته بود رو تابلو، فکر کنم کیدز بوکس همین چیزی. واقعا خنده‌دار بود. ما معلم غلطگیریم دیگه. من همیشه میگم به بچه‌ها، میگم ببین ما فقط نشستیم شاگرد غلط بکنه ما غلطشو پیدا کنیم. حالا شاگرد که به جهنم، بابا من میشینم فیلم نگاه میکنم، سریال نگاه میکنم، انگلیسی زبان خودشونه، واسماس و من میشینم از اینا خیلی غلط میگیرم. و یه موقع علی برمیگرده میگه شبنم جان میخواد دست از سر اینا برداری، زبان خودشونه، زبان مادریشونه. میگم نه، میگه 3%. یعنی چی 3%؟ آره دقیقاً همچین مسئله‌ای هست. خب شبنم یه نکته خیلی مهم رو گفتی در مورد اتنشن اسپن بچه‌ها که کوتاه. معلم باید حتما حالا 5 تا 10 دقیقه‌ای که میگذره از هر تسکی عوض کنه تسکشو. نکته بعدی راجع به این گفتی که تقریبا هیچ چیزی به اسم مووی سشن نداریم،
یا اگه داشته باشیم حداقل باید تسک هایی داشته باشه قبلش یا حتی یه موقعی شاید بعدش یا حینش که بچه‌ها هدف داشته باشن و دقیقاً before while after باید رعایت بشه. در مورد حالا چون میدونم توی بزرگسالم من خودم اولین بار با تو توی کلاس بزرگسال آشنا شدم و اون روش اداره کلاس اول از همه برام عجیب بود. یعنی من وارد کلاس تو شدم، صندلی‌ها هر کدوم یه جا، بچه یکی بالای تخته وایساده بود، یکی داشت میچرخید، اصلا یه وضعیه من گفتم خدایا نکنه کلاس شروع نشده من اومدم نشستم اینجا. بعد تو خودت اومدی نشستی پیش من، اصلا من گفتم خدایا الان کی داره این کلاس رو اداره میکنه پس. ولی خب هیچ چیز اونجوری نبود که فکر میکردم و همه اینا یه سری نخهای نامرئی بینشون بود که یه پیوستگی ایجاد میکرد و به تو اجازه میداد که بتونی راحت اون رو جلو ببری و اداره کلاس رو از دست ندی. در مورد بزرگسال چطور؟ برای اینکه ما حالا بتونیم همین مدیریت رو داشته باشیم که در طول کلاس نه خسته بشن از نظر حالا فکری بیشتر، شاید بدنی حتی، و اینکه بتونیم استفاده کنیم از اون تایمی که داریم. در مورد این که داری صحبت میکنی حالا خودت حتما راجع به اون نقطه هایی که ترینی های خودت توش بیشتر مشکل داشتن هم حتما ما بگو، چون حتما مشکل ما هم هست. خب ببین یه مسئله که هست، ما تو زبان آموز بزرگسال معمولا با یک مقاومتی مواجه هستیم که اولا که یک وقتایی معلم خیلی جوان ببینن بهشون برمیخوره، میگن بچه‌های شاگردای خود مؤسسه‌شون رو برداشتن آوردن به ما درس بدن. یعنی مخصوصا اگر سن زبان آموزها بالا باشه. من مثلا زبان آموز 70 ساله داشتم، زبان آموز جراح داشتم، زبان آموز نمیدونم متخصص بیهوشی داشتم، از بیمارستان خسته کوفته میومد. بعد خیلی کارهایی که من سر کلاس انجام میدادم یعنی من پدرم در اومد عرق جبین ریختم تا تونستم قانعش کنم برادر اینها همه یک بخشی از لرنینگ ماست. و البته یک چیزی رو هم بگم، ببین ما درسته متدهای مختلف تیچینگ داریم. بله ما از گرامر ترنسلیشن، اودیو لینگوالیسم، نمیدونم از کامیونیکیشن متد همینطوری، کامیونیکیتیو متد همینطوری رفتیم جلو. درسته که الان تو دنیا مخصوصا تو کشورهای انگلیسی زبان خیلی تمرکز روی TBLT هست، ولی خب به هر صورت الان دیگه تقریبا همه جا به ESA، به اپروچ، به روش‌های مربوط به ESA رسیدن. متدهای مختلفی هست و من همیشه معتقدم که قطعا معلمه هایی که حالا پری سرویس تیچرز ها، این سرویس تیچرز ها، معلم هایی که نویس هستن تازه کار رو شروع میکنن، قطعا نیاز دارن که با یک متدی پیش برن. اما یک موقع شما به یک نقطه‌ای میرسی که و الان فکر میکنم دنیای ELT هم داره در واقع اکسپرت ها روی این نقطه میرن که معتقد به نو متد تیچینگن. نو متد تیچینگ رو کی میتونه انجام بده؟ کسی که سالها تجربه کار تو کلاس واقعی رو داشته باشه، تو کلاس آموزشگاهی رو داشته باشه، حتی نه کلاس خصوصی، چون شما نحوه مدیریت کلاس خصوصی زمین تا آسمون با نحوه مدیریت کلاس گروهی زمین تا آسمون فرق داره. به خاطر همین یک موقع هست برای خود من پیش اومد، من تمام همون تکنیکایی که تو دیدی توی کلاس ابزرو داشتی انجام میشد و شاگردها واقعا لذت میبردن و لرنینگ به جرئت میتونم بگم تو تک تک سشن ها داشت اتفاق میافتاد. همون تکنیک ها تو جایی که من بودم توی سازمان هنکل مدت 2 سال من اونجا کار میکردم، سوپروایزر بودم، کلاس ارائه میدادم. زبان آموزها اکثرا مثلا زبان آموزان میان سال رو به بالا بودن، اون تکنیک ها براشون جواب نداد. دنبال روش های مکانیکال بودن، دنبال تکرار بودن. باورت نمیشه تمام اون روش ها رو من مجبور شدم یک میکسچری از روش های نوین با روش های مکانیکی اودیولینگوالیسم پیش ببرم و وقتی که رفتم اونجا راضی بودن و لرنینگشون با شدت با شیب بسیار زیادی بالا رفت. پس ببین شما نمیتونی بگی برای زبان آموزان مختلف یک متد جوابه. نه، جواب نیست. همون حرفی که اول صحبتام گفتم ما با آدم ها طرفیم و آدم ها متفاوته، لرنینگ ستایلز هاشون متفاوته، لرنینگ پریفرنس هاشون تفاوت داره و کلن هم اعتماد. مثلا خیلی ها شده، بارها شده به من شاگردها مراجعه کردن من نمیخوام گرامر و وکب یاد بگیرم، من فقط میخوام اسپیکینگ کار کنم. هی گفتم عزیزم
همینجوری اتویکینگ خالی نمیشه کار کرد. بیا مثلا بیا با همدیگه یه ذره بریم حالا کورس بوک. نه من اصلا کتاب نمیخوام. گفتم باشه. خب کتابو نرفتیم جلو. خب به هر صورت برای یک معلم کار کردن بدون کورس بوک سخته، بخاطر اینکه شما مجبوری خود کانتنت تدریس تو خودت آماده بکنی و کار سنگینیه. بله. گفتم باشه. رفتیم جلو. به جرئت میتونم بگم هر کدوم از شاگردهایی که با من اومدن جلو و خواستن بدون کورس بوک برن جلو، بعد از چند جلسه، با اینکه خواسته خودشون بود، بعد از چند جلسه دیگه اصلا رفتن پیداشون نشد. چرا؟ چون اون حس دستیابی وجود نداشت. یک دفتر و کاغذ تو دستشون نبود که بگن من اینا رو خوندم اینقدر رفتم جلو. خب اتفاقی که با زبان آموز بزرگسال میفته، مخصوصا تو لیول های بالاتر که حالا به مربوط به اسکافولدینگ و کمک کردن سر کلاس هم میشه، زبان آموز بزرگسال خب خیلی چیزاش مشخصه. شما شاید خیلی مسائل و مشکلات رو با زبان آموز بزرگسال سر کلاس منیجمنت نداشته باشید، اما یکی از چیزهایی که باهاش درگیر میشی، یکی سر یک سری انجام ریسپتیو اسکیلز هایی مثل ریدینگ، حوصله‌شون سر میره. ایرانی ها میانگین ریدینگ خواندنشون فکر میکنم بسیار شرم‌آور، 3 دقیقه بود، 5 دقیقه بود، خیلی شرم‌آوره. بنابراین معمولا با تسک های مربوط به ریدینگ، با تسک های مربوط به گرامر مشکل داره. خب یک معلم که وظیفش یعنی اصلا یک بخشی از وجود ما خلاقیته، یک معلم باید نهایت خلاقیتش رو به کار بگیره که اون تسک هایی که برای چون وقتی که شاگرد حوصله‌اش سر میره سر کلاس، حجم یادگیری، میزان لرنینگ به کمتر از نصف میرسه. پس من معلم خیلی راحت میتونم همون تسک رو انجام بدم، اما با یک نگاه دیگه، از یک زاویه دیگه. آقا چرا همیشه ما وقتی ریدینگ میخوایم انجام بدیم باید بشینیم کتابمون رو باز کنیم تو پیج 5 and then start reading and answering questions؟ چرا این کارو کنیم؟ ورداریم یه کپی از همون بحث ریدینگ بگیریم، ورداریم کپی ها رو بچسبونیم در و دیوار، سوال ها رو تیکه تیکه برای بچه ها تایپ بکنیم، تیکه تیکه بهشون بدیم، بگیم پاشین برین رو دیوار بخونین، سوالا رو جواب مثلا بدین. همون کارو داره میکنه، ولی لااقل مجبور میشه بلند میشه با یک دید دیگه، از یک زاویه دیگه داره اون کارو میکنه. نه میای جیکسا ریدینگ براشون انجام میدی، میای اون ریدینگ رو تیکه تیکه میکنی براش، مثلا میبری، میگی که الان مثلا این سوال مال کجا بود. ببین خیلی کارا میشه انجام داد. من همیشه به بچه ها میگم you are not the slaves of the book. معلم هرگز برده کتاب نیست. به خاطر همین هستش که ما به عنوان معلم اجازه امیتینگ داریم، اجازه ادجاستینگ داریم، اجازه میتونیم خیلی کارها با کتابمون انجام بدیم. این یکی از کارهایی که باید با زبان آموز بزرگسال انجام بدیم. و بعدش هم فکر نکنید زبان آموز بزرگسال نیاز به بازی نداره. اگر نداشت این همه کتابهای بازی برای بزرگسال، برای گرامر، برای نمیدونم 5 minute اکتیویتی هایی که وجود داره، برای گرامر، برای پرونانسییشن، انقدر کتاب های عالی با ورکشیت های فوق العاده برای معلم‌ها آماده شده. مثلا الان که دیگه معلم‌ها دستشون یک عالمه وبسایت های مختلف هست، شما برو خیلی راحت یک مش کلمه بریز توی وبسایت، برات یه جدول تحویل میده، کلماتی که مربوط به همون درست هم هست، تارگت لنگویج درسته، نه کلمات کیوردز هایی که برای پریتیش و وکابل لازم داری واسه لیسنینگ، واسه ریدینگ. با یه قشنگ کراس ورد برای تحویل میده، میتونن انجام بدن. اینجا در واقع تستشون هم کردی. روش های مختلفی داریم. ما مثلا برای بزرگسال خیلی وقتا تو لیول های بالاتر مستقیم from A to Z درس نمیدیم، میایم از اپروچ ها و سیستم های تیچ تست استفاده میکنیم. اول میایم نالجشون رو اوردی تست میکنیم، ببینیم چقدر از اون مبحث رو میدونن. بعد که تست کردیم اون چیزی رو که نمیدونن بهشون درس میدیم و بعد میایم اون چیزی رو که نمیدونن رو دوباره با پرکتیس، کنترل پرکتیس، لس کنترل پرکتیس و در نهایت فریر پرکتیس دوباره باهاشون کار میکنیم، تست میکنیم و مطمئن میشیم که بچه ها رفتن. بنابراین همیشه قرار نیست ما از یک نقطه A به نقطه B برسیم. میتونیم حرکتمون رو عوض بکنیم برای بزرگسال. و اینکه حتما بزرگسال، میگم بزرگسال اولش خیلی گارد داره نسبت به اینجور حرکات، بعد میگه ما بچه نیست اومدیم اینجا درس بخونیم. به خاطر همین شما نیاز دارین بزرگسال رو آگاه کنین.
به نتیجه کاری که میکنه. آقا اگر داریم این بازی رو میکنیم قراره به این برسیم، در پایان این بازی این نکته ها رو درس کنیم. بعد وقتی بازی تموم میشه بچه ها ببینین اینو یاد گرفتین. زبان آموز نمیفهمه که چی یاد گرفته، نمیفهمه چی به دست آورده. مخصوصا یه مشکلی که ما خیلی شاهدش هستیم توی لول های اینترمدیت. دیدی چقدر ریزش هست؟ زبان آموزا همه تو الیمنتری خیلی پر انرژی، من آنم که بستم بابت پهلوان، میان سر کلاس ها اینها. تا پرینترمدیت هم اوکی ان دیگه، یواش یواش به اینترمدیت اینا که میرسن دیگه میبینی هی میریزن. به خاطر همین کلاسی که برسه به سطح CAE خیلی کمه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که 2 تا دلیل داره. یا اینکه طرف فکر میکنه دیگه به اندازه نیازش بلده، یا اینکه میگه من دیگه چیزی یاد نمیگیرم. من معلم میدونم زبان آموز داره یاد میگیره، اما ببین تو لول های پایین اون سنس آف اچیومنت بسیار واضحه. شاگرده قشنگ میبینه داره یاد میگیره، هی میبینه ای من هر ترم دارم چقدر خفن میشم، هر ترم چقدر دارم یاد میگیرم. ولی تو سطح اینترمدیت یادگیری داره اتفاق میفته ولی برای خود زبان آموز واضح نیست. اینجا وظیفه من معلمه که اون یادگیری رو بهش نشون بدم تو فیدبکی که بهش میدم، برای اینکه بهش انگیزه بدم، بگم ببین شبنم جون شما اول ترم که اومده بودی اینو مشکل داشتی، وسط ترم اینو رفع کردی، این هنوز مونده. ببین قشنگ برای زبان آموزت نقطه گذاری میکنی. مخصوصا تو لول های بالاتر معلم‌ها باید حواسشون باشه. زبان آموز بزرگسال به شدت دیموتیویت، لول بالا به شدت دیموتیویت میشه. معلم باید هی بهش انگیزه بده و بهش یاد بگه که ببین داری یاد میگیری، وگرنه خودش متوجه نمیشه. باید بگه ببین من به عنوان معلم دارم رشد تو رو میبینم، دارم حرکت رو به جلوت رو میبینم، ولی تو خودت شاهد این نیستی. دقیقاً این رو من خودم به شخصه واقعا حس کردم و زبان آموزایی که حتی تو کلاس‌های خصوصی بزرگسال اونایی که کمتر باهاشون راجع به اچیومنتاشون حرف میزنی واقعا اون سنس رو کمتر دارن، و اونایی که بهشون میگی که آره یادمه مثلا یادت اول اومده بودی مثلا اینطوری بودی اونطوری، الان این کارو میکنی، یا نوشته هات اینو نشون میده و این قشنگ خیلی مستقیم و دست اول، یعنی خیلی چیزی هم نیست که نیاز به زمان داشته باشه تا طرف متوجه بشه، همون لحظه تو چشاش میبینی که آخ جون من یه چیزایی رو یاد گرفتم و اون انرژی رو میگیره. چون ببین اگر هر جلسه‌ای که زبان آموز از کلاس شما خارج میشه حس اینو داشته باشه که من ببین مخصوصا زبان آموز بزرگسال اگر یه ذره هی بیاد سر کلاس و احساس کنه فقط دور هم خوشیم، فقط حس اینو داشته باشه بابا کاری نمی‌کنیم که فقط الکی دور هم خوشیم دیسکاشن داریم و فلان، اون ناخودآگاه دیگه انگیزه‌ای برای حضور میگه نه یا من چیزی از دست نمیدم. شما باید انقدر سر کلاس بزرگسال انقدر محتوای جذابی داشته باشی، انقدر بار آموزشی زیادی داشته باشی که شاگرد اگرم میخواد غیبت بکنه نگه که حالا رو کتاب میخونم حل دیگه. باید بدونه من نیام تبا تبایی قطعا میدونم این جلسه سر کلاس یه چیزایی رو میاره که من از دستش میدم. شما اینجوری میتونی انگیزه زبان آموز بزرگسالتو بیشتر کنی. کودک نه، کودک ها همینجوری میان دوره هم با بچه ها خوش باشن، ولی بزرگسال اگر که باید یک جوری معلم محتوا و کلاسش رو، اداره کلاسش رو داشته باشه که شاگرد بدونه با نبودنش خیلی چیزها رو از دست میده و به خاطر اون محتوا و اون لرنینگی که از دست میده بخواد سر کلاس حاضر باشه. درسته متشکرم ازت، عالی بود، فوق‌العاده بود. من فقط چون یه بخش زیادی رو صحبت کردیم دوباره یه دسته‌بندی بکنم صحبتامونو. بعد از اینکه راجع به خردسالا صحبت کردیم در مورد بزرگسالا گفتی بهمون که بیشتر توی ریسپتیو اسکیلا هست که خیلی علاقه خاصی نشون نمیدن، یعنی این نشون دهنده اینه که ما باید اونجا بیشتر اتفاقا خلاقیت به خرج بدیم. حالا نمونه‌هایی مثل جیکسا ریدینگ یا جواب دادن سوالات تو گروه و اینها رو مطرح کردی و بعد به همون گفتی که تسک و گیم اتفاقا برای ادالت خیلی اهمیت زیادی داره. این رو خوب شد گفتم. گفتی یه سری وبسایت ها و کتاب ها هستن، میشه یکی دوتا به همون معرفی کنی؟ ببین
حالا شاید الان خیلی یادم نباشه، کتاب‌هایی که هستن فان وید گرامره که توی خود کتاب فان وید گرامر قشنگ لول داره. مثلا میگه سیمپل پرزنت لول الیمنتری، سیمپل پرزنت لول اینترمدیت، یعنی همون سیمپل پرزنت رو برای لول های مختلف داره ورکشیت ارائه میده. فان وید گرامر 5 minute اکتیویتیز ها، بعد کامیونیکیشن گیمز ها. اون کامیونیکیشن گیمز ها مخصوصا برای فری پرکتیس ها بسیار خوبن، باز هم اینا همه تو لول میان. پرونانسیشن گیمز فکر میکنم، البته بریتیشه ولی خیلی جذابه برای کسایی مثل من که عاشق اون فونیم چارت و اینها هستن. خیلی تمرین های خوبیه و واقعا چون ببین پرونانسیشن هم یه چیزی، این آخریه رو گفتی در مورد پرونانسیشن بود. پرونانسیشن گیمز. اوکی. آره. به خاطر اینکه ببین یکی از چیزهایی که نگلکت میشه توسط معلم ها، یکی از اسکیل هایی که از همه بیشتر توی در واقع کلاس های فارین لنگویج تیچینگ نگلکت میشه، یکی رایتینگه، بدبخت بیچاره رایتینگ. یکی هم از ساب اسکیل هایی هم که باز نگلکت میشه اونم پرونانسیشنه. ما پرونانسیشنمون نهایت فقط توی کرکشن هاست. کرکشن داریم میدیم بعد همه هم آن دی اسپات. والا 500 تا متد تصحیح شاگرد داریم. خب چرا همه رو داری آن دی اسپات استفاده میکنیم؟ فقط در لحظه آن دی اسپات کرکشن داریم. بچه‌ها من دیدم تو کلاسام شاهد بودن که چقدر بچه‌ها خوب جواب میدن، چقدر براشون جذاب میشه وقتی که بخش‌هایی رو راجع به پرونانسیشن دارن. معلم همیشه باید یه پلن بی یه پلن سی سر کلاسش داشته باشه. یه وقتی شما درس زودتر تموم میشه، یه وقتی درس دیرتر تموم میشه، یه وقتی نیاز هستش که یه کاری، اینها رو شما همه رو میتونی با عنوان پلن بی پلن سی همراه خودت داشته باشی. هر جایی که نیاز هست. یه موقع این بچه‌ها مایند بریک احتیاج دارن، بحث گرامرش خیلی سنگین بوده، نرو نگه دار، اشکال نداره، وایسا یهویی برو یهویی توی پرونانسیشن یه ذره همزمان هم لرنینگ داره اتفاق میفته، هم یک بحث جدید آوردی، هم یه مایند بریک به زبان آموزات دادی. وبسایت هایی هم که خوبن، خب یکی که بیزی تیچره، فکر میکنم همه بچه‌ها میدونن چون حتی اونجا لسن پلن های آماده هست. یکی دیگه هست ESL ورکشیتس که یک عالمه اونجا ورکشیت های آماده هست. یکیش هم اگر که اشتباه نکنم، حالا باز اگر دیدم اشتباه گفتم میرم چک میکنم بهت میگم چون توی اینام سیو دارم من، آنلاین ESL گیمزه. البته آنلاین ESL گیمز بیشتر برای کودک نوجوانه، ولی یک عالمه بازی های آنلاین داره که شما خیلی راحت اگه کلاس آنلاین داری میتونی شیر اسکرین بزنی و بچه‌ها نوجوانا عاشقشن. یعنی من چون نوجوان رو واقعا با انگیزه نگه داشتن سر کلاس خیلی خیلی سخته دیگه، بچه‌ها اذیت میشن، ولی اون آنلاین ESL گیمز خیلی براشون جذابه. من یه چیزی بگم، میدونم که خیلی فکر کنم حرف زدیم و دیگه باید تموم بکنیم. نه خیلی بیشتر دوست دارم حرف بزنیم. دست درد نکنه. خیلی حرف میزنم، اصلا ما معلما خیلی پر حرفیم، یکی ما رو خاموشمون کنه. من یه استاد دارم تو دانشگاه اسمش اندروه، خیلی بامزه است. میگه بعد میگه اوکی شات اپ اندرو. Now it's time you need to shut up. یه وقتی من خودم احساس میکنم okay now it's time for you to be shut up. نه الان نه واقعا. خیلی بامزه. ببین یه چیزی رو که من خودم جدیدن کشف کردم، یعنی جدیدن که خب بالاخره واقعیت اینه که ما توی کشورمون در واقع خیلی مالتی کالچورال نیست و خیلی درگیری با فرهنگ‌های مختلف نداریم. میخواد چیزی که برام خیلی جدیداً پررنگ شده، این تاثیر نشنال کالچر روی حرفه، روی شغل ما، روی ورک پلیس ما، روی ارگانیزیشن ما. انقدر دارم این رو الان پررنگ میبینم که چقدر فرهنگ آدم ها ناخودآگاه داره توی زندگیشون، توی حتی زندگی حرفه‌ایشون تاثیر میذاره. ببین دیدی ما سر کلاس مثلا سوال میپرسیم Do you know what I don't know snowball is? You know nothing. John Snow. A snowball is blah blah blah. خب لعنتی یه دقیقه just shut it. Let your students think. You need to provide some thinking time. یه خورده اجازه بده بدبخت فکر بکنه. اگر جواب نتونست بده شما حرف بزن. خب فکر میکنید دلیلش چیه که ما نمیتونیم شاتیت؟ کالچراله.
چرا؟ کاملا بحث فرهنگی داره. ببین دیدی میریم توی مهمونی به تمرگاه همه میشینیم، بله، سکوتی، خوف همه جا رو فرا میگیره، هممون حالمون بده، شما خوب هستین، چقدر هوا سرد شده. خب حالا چه اشکال داره آقا یه دقیقه ساکت باشیم، نمیمیریم. ببین تو فرهنگ ما سکوت آکوارده، یعنی سکوت که باشه میگیم جو سنگینه. برای ما قابل قبول نیست که باید یه خورده سکوتی وجود داشته باشه. به خاطر همین سر کلاس هم نمیتونیم سکوت کنیم، حتی اگر این سکوت به معنی این باشه که زبان آموز بدبخت من یه دقیقه فکر بکنه. ببین وقتی که شما دم به دقیقه هی تیچر what is فلان در لحظه جوابشو میگی، تیچر what is فلان در لحظه جوابشو میدی، رسما شما کمکش نمیکنی، شما داری اسپون فیدش میکنی. اسپون فید کردن زبان آموز باعث میشه هیچی یاد نگیره. شما نیاز داری. ببین من همیشه برای بچه‌ها توضیح میدم، شما وقتی یک عالمه لغت حفظ میکنی، این مغزته دیگه، این مغز اینجوریه، این لغت ها میره کجا؟ میره اینجا قائم میشه، میره این پشت میخوابه. چطوری میشه که این لغت ها میتونن بیفتن تو زبون ما؟ چی میگن؟ انگلیسی فکر کن. انگلیسی فکر کن یعنی چی؟ تو انگلیسی خواب میبینی؟ اصلا همچین چیزی نمیشه. شما در صورتی میتونی انگلیسی فکر کنی که انگلیسی خواب dream in English and it never happens because our mother tongue is English. پس ناخودآگاه همچین چیزی به نظر من حرف مفته که میگن انگلیسی فکر کن. نه، انگلیسی فکر کن نیست. حالا چی میشه که آدم هایی که خیلی زیاد انگلیسی حرف میزنن نیاز به فکر کردن ندارن برای پیدا کردن یک کلمه؟ اینه که انقدر از اون لنگویج استفاده کردن، اون لنگویج دیگه از حالت پسیو در اومده شده اکتیو، اومده اینجا نشسته دیگه، سر میخوره از زبون میپره بیرون. همین نزدیک راهش اینجا نزدیکتر شده به زبون، سر میخوره میپره بیرون. بنابراین شما اگر این شاگردی که این اطلاعات رو داره، قبلا شنیده، منتها رفته این پشت خوابیده، لای سلولای خاکستری قایم شده، وقتی میپرسه مگس چی میشه، تو بلافاصله بهش بگی fly، به جای اون بگی Do you remember مثلا on that session، اون جلسه که با هم داشتیم اینجوری شد اونجوری شد، هم به عنوان فعل استفاده میکردیم هم به عنوان نام، یا آها تیچر فلای. وقتی خودش به گرد لای مغزش اون کلمه رو پیدا بکنه، اونجاست که یواش یواش داره این رو اکتیوش میکنه. معلم باید فرصت اکتیو کردن بده به زبان آموزش. ما به خاطر، و باز اینجا میخوام برگردم به بحث فرهنگی، در فرهنگ ما مستقل کردن کودک، مستقل کردن فرزندانمون اصلا جا نیفتاده. به خاطر همینه که ما میبینیم خیلی از جوانان ما حتی بعد از سن 40 سالگی 50 سالگی ازدواج نکرده باشن، باز با پدر مادر زندگی میکنن، یعنی استقلال ندارن و پدر مادر راضیان از این موضوع. من الان به عنوان یک مادر خودم شاهدم که چقدر وابسته نگه داشتم دخترمو. دارم اینجا مقایسه میکنم با بچه های دیگه، دارم توی کلاس های مدرسه ها مقایسه میکنم رفتار خودم رو با رفتار سایر معلم ها. بچه زبان آموز وقتی شاگردشون وقتی نیاز داره، من ناخودآگاه اونجا یعنی ولم کنن دستشو میگیرم با مداد مینویسم، اینقدر میخوام هی کمک بکنم. در صورتی که اینا اصلا اینجوری نیستن، کامل دوره. میگه خود شاگرد، خود بچه باید کارش رو انجام بده. این باز یکی دیگه از مسائل فرهنگی ماست که تأثیر میذاره رو کارمون. انقدر کمک بی خود به زبان آموز میکنیم، زبان آموز رو کاملا وابسته به خودمون نگه میداریم. و این یکی از اشتباهات ما به عنوان معلم‌های زبانه. حالا چه معلم زبان چه معلم فرقی نمی‌کنه. این کمک زیاد از حد کمک نیست. ما در واقع داریم ضرر میرسونیم به زبان آموزمون. جلوی فعالیت ذهنیشو قشنگ داریم میگیریم، یعنی اون تمرینی که برای به یاد آوردن، اصلا همین فرهنگ اینکه تلاش کن به یاد بیاری، حتی اگه فکر می‌کنی بلدی تلاش کن. این تلاش، فرهنگ این تلاش به خدا خیلی جذابم هست برای بچه‌ها. یعنی توی سری کلاس‌ها خب منم با این مسئله روبرو شدم توی تدریسم، دیدم که خیلی زیاد دارم جواب میدم. این موقعی برام خیلی واضح شد که میرفتم سر کلاس‌های معلمای حالا ناوست و میدیدم و اینو حالا از یه جورایی سوم شخص داشتم نگاه میکردم و خیلی برام عجیب شد. گفتم که نکنه منم اینجوریم، بعد دیدم که نه منم همین جوریم دقیقاً. آره؟ کم کم که تلاش کردم، حالا الان نتیجهش رو میبینم که یه موقع‌های
اصلا خود بزرگسال، یعنی عین یه بچه که مثلا یه چیزی رو یاد گرفته، یه فرهنگی رو، خودش مثلا یه سوال میپرسه بعد میگه نه صبر کن بذار خودم فکر کنم یه دقیقه. یعنی حتی آها خودش ببین میخواد اون سکوت، من یه دقیقه نگاش میکنم همینجوری نشستم دست به سینه، بعد یه تیکش حالا ممکنه یادش بیاد یادش نیاد یا هر چیزی، و از اون لذت میبره و میدونه که اون داره علنا فعالیت یادگیری رو اون داره انجام میده با ساکت بودن و فکر کردن. دقیقاً نکته خیلی دقیقاً. مهمی. یعنی ببین این چیزی بود که من خودم انگار الان که توی فضای مالتی نشنال مالتی کالچرال قرار گرفتم شاهدش هستم و میبینم که چقدر در این زمینه لاقل حالا ما اشتباه داریم تو کارمون و اصلا هم حواسمون نیستا. انقدر قویه این بحث فرهنگ، انقدر چیز عجیب غریبیه این بحث فرهنگ، حتی اینجا خودشون انقدر روی این موضوع اهمیت میذارن که حتی میدونن که نشنال کالچر پرسونل آدم ها میتونه ارگانیزیشنال کالچرشون رو تغییر بده، میتونه جلوش وایسه. ببین چقدر اهمیت داره این بحث فرهنگ و ما هرگز بهش نگاه نمی کردیم چون شرایطش طوری نبود. من الان میگم دونه دونه دارم حالا هی فلش بک میزنم، میگم این کاری که میکنیم اینه دلیلش ها، این کاری که میکنیم اینه دلیلش ها. خیلی الان من دارم اینو میرم و فکر میکنم یک چیزی که الان معلمای ما باید حواسشون باشه همینه که خیلی کمک زیاد به بچهای بیچاره نکنن. فکر میکنیم کمک میکنیم ولی نمیکنیم. حالا به اتفاق دقیقاً توی همین هفته‌ای که گذشت یه 4-5 تا ریل و اینا در مورد همین فقط گذاشتم و بیشتر تمرکزم روی این بود که این چیزی که ما فکر میکنیم در عمل داریم مهربونی میکنیم، داریم معلم به اون معنای قدیس خودش رو حالا داریم اجرا میکنیم، اصلا این نیست و دقیقاً داریم برعکسش رو عمل میکنیم. حتی تو کلاس‌های خصوصی هم به نظر من همینه. یعنی حتی اون که مثلا میگیم الان دیگه مثلا منم دیگه هرچی میپرسم بهم بگو، حتی اونجا برای شاگرد این اهمیت انگار بیشتری داره که هرچی گفتم همین لحظه بگو، و اتفاقا اونجا باز اهمیت داره که من وایسم بگم نه خب فکر کن الان که حالا چیزی که نشده تو این 2 دقیقه هم که تو انگلیسی یاد نمیگیری، حداقل ذره فکر کن. و این واقعا مسئله خیلی خیلی مهمیه. دقیقاً. یه چیز دیگه هم که میخواستم ازت بپرسم در مورد، چون با تجربه زیادی که داری و خب این صحبتایی هم که میکنی تقریبا همش تاثیر تجربت بوده قطعاً، یه مسئله‌ای که بود این چند وقت خیلی درگیر ذهن شخصی خودم رو درگیر میکرد این بود که این تجربه یعنی چی؟ آیا واقعا منی که 20 سال مثلا، حالا به قول خودم مثلا، حالا من که نه شخصی ندارم، من نوعی رو دارم میگم، من میگم من 20 سال تو کلاس‌های زبان زحمت کشیدم، تو 30 تا مؤسسه مثلا 10 تا شهر ایران کار کردم، خردسال بزرگسال نمیدونم لول بیسیک لول بالا، تو به من به عنوان یه آدمی که میتونه یه کلاس رو راحت اداره کنه و اون کلاس رو حالا با همین مسائل ریزی که خیلی ساده هم هست، مثل ساکت بودن، مثل اجازه دادن به اون خودمختاری و اون اعتماد به نفس بچه‌ها، اعتماد کردن بهشون، فکر میکنی واقعا این بسه؟ یعنی من اگه الان به تو بگم که سلام شبنم من 20 ساله درس میدم، یه کلاس به من میدی، تو کلاس به من میدی، هر کلاسی رو؟ خیلی نکته جالبی رو گفتی، مخصوصا که حالا من برات مثالهایشم میزنم از ریکروتمنت دیپارتمنتی که داشتیم توی ایران مهر و چقدر ما با این افراد مواجه بودیم. اولا که بله من میام میگم من لول ایوانه، من ایوانو 20 بار درس دادم. من خودم به جرئت میتونم بگم همون ایوانی که 20 بار درس دادم 20 بار متفاوت بوده. نه اینکه من 20 بار لسن پلان متفاوت نوشته باشم، ولی باز هم ما با آدم طرفیم. آدم ها با هم فرق میکنن. اون ایوانی که من به نوجوان درس دادم زمین تا آسمون ریزالتی که داشته با ایوانی که به بزرگسال مثلا سینیور درس دادم فرق داشته. اصلا خیلی با هم دیگه فرق میکنن. یک چیزی که معلم یاد، بله قطعا من تو حالا هر کسی بعد از 20 سال وقتی بهش میگی 20% سیمپل رو درس بده
خیلی راحت میتونی بشین در عرض 5 دقیقه 6 دقیقه یه پلان بنویسه و انجامش بده. اما من همیشه مثلا توی TTC ها بچه‌ها میان میگن که صحبت از چیز میشه، مؤسسات مختلف، مخصوصا تو دوره‌های تربیت سوپروایزر من دیدم که این اتفاق میافتاد. همیشه به بچه‌ها میگم مؤسسه‌ای که شما میری مصاحبه میگه همین الان پاشو بیا درس بده، بیا همین الان اینو درس بده، بدون اینکه به تو تایم پریپریشن بده، همونجا در نهایت احترام خداحافظی کن بیا بیرون. این مؤسسه ارزشی نه برای زبان آموز قائله، نه برای مدرسش قائله. حق مسلم شاگرده که معلمش پریپرد بره سر کلاس. من وظیفمه به عنوان معلم از قبل طرح درس اون کلاس رو ریخته باشم، از قبل برای اینکه اون درس بهتر تو سر شاگردای من جا بیفته برنامه ریزی کرده باشم. اما من چیزی میگم به بچه‌ها، بله خب سخته، معلم طرف از صبح 8 صبح تا 8 شب کلاس داره، بشینه واسه هر کدوم لسن پلان بنویسه. من همیشه به بچه‌ها چی میگم آقا لسن پلنش رو با مداد بنویس. با مداد بنویس، قبل از روز قبل از اینکه میخوای بری سر کلاس یه نگاه بنداز، شاگرداتو بذار تو اون لسن پلنه، هر جا که باید تغییر بدی پاک کن، درست بکن. ببین ما توی لسن پلن همیشه چی میگیم anticipated problems and solutions. پرابلمزی که تو با یک شاگرد مثلا برنامه ریزی کردی، کلاس داری که مثلا الان از سر این اکتیویتی باید پاشن جیکسا ریدینگ داشته باشن. خب جیکسا ریدینگ یهویی مثلا یادش میفته فلان شبنم طباطبایی پاش شکسته بود جلسه پیش، شبنم طباطبایی چیکار کنه؟ پلنت اینه، پلنم اینو گفته بود چرا اینطوری شد. پس ببین شما به هیچ عنوان نمیتونید. من یک عالمه مثلا معلم بود، معلم طرف 20 سال کار کرده بود، حالا کاش که بگم 20 سال کار کرده بود، طرف 5 سال کار کرده بود، من دیگه معلم خفنیم، بهش مثلا برای دمو درس میفرستادیم، میگفتیم لسن پلنتون رو لطفاً ایمیل بکنین یا پرینت بگیرین بیارین، بهشون برمیخورد. من 30 سال معلمم، من 30 سال وقت معلمم، شما میخوای از من دمو بگیری؟ شما کی هستی که از من بخوای دمو بگیری؟ این آدم با این اتیتود، آقا من الان هر جا میرم حق دارن از من دمو بگیرن، چرا نباید دمو بگیرن؟ اون از کجا میدونه؟ من میگم 30 سال سابقه دارم، اون از کجا میدونه من این 30 سال سابقه رفتم نشستم پشت میز، دستامو اینجوری گذاشتم، یه 45 دقیقه رو اینوری چرخوندم، 45 دقیقه رو اینوری چرخوندم، بله 20 سال تدریس داشتم. اون چه میدونه من چه جور معلمی هستم؟ چه میدونه آیا من افکتیو تیچر بودم یا نه؟ چه میدونه آیا لرنینگ شاگرد برای من اولویت بوده یا نه؟ شاید اومدم فقط نشستم A to Z کتاب نوردی کردم رفتم. اون معلم کتاب نورد نمیخواد، اون معلمی میخواد که شاگرداش بهش چیز یاد بدن. بنابراین این تعصبی که بعضی معلم ها دارن که من میبینم میگم نه من معلم، اسم من مثلا فلان، بله قطعا اسم من فلان، ولی دلیل نمیشه. به خاطر همین من همیشه به بچه ها میگم اگر رفتین برای مصاحبه و از شما لسن پلان نخواست، به شما تایم پریپریشن نداد، اون مؤسسه استانداردی نیست. خداحافظی کنیم، با یه خداحافظی خوشحالشون بکنیم. بله بله دقیقاً. حالا تو ایران که استانداردامون دیگه حالا خیلی هم بالا نیست دیگه، اونی که غیر استاندارد باشه که دیگه واقعا من خیلی از مسیر دور میکنه. دقیقاً اینکه حالا افراد اون آموزشگاه و حالا دقیق‌تر سوپروایزرش و یا حالا مدیران آموزشش، اینکه خودشون به این فکر باشن، قطعاً توی کلاس من دیده میشه، یعنی به وضوح دیده میشه. من خودم این رو حس کردم که من وقتی میرم سر یه کلاس توی مؤسسه‌ای که بالا سر من ازم میخوان اون کار رو، میرم و همون کارا رو انجام میدم و همون جوری هم تحویلشون میدم. ولی یه موقعی اگه توی مؤسسه‌ای باشه که نه حالا امروز مثلا الان یه آیلتس نمیدونم 17 میخواد بگیره طرف، الان برم سر کلاس، حالا یه نفر اومد مثلا میخواد 3 روز دیگه بره مثلا خارج، بیا بهش مکالمه درس بده، الان برو سر کلاس لطفا، 3 جلسه همین امروز میخواد. و اینا دقیقاً همینطوره و اون چیزی که سر کلاس ارائه میشه و نتیجه‌ای که میگیرن خیلی واقعاً کاملا بیزینسیه دیگه. فقط یک اونجا دکونی باز شده برای اینکه یک چاپیده بشه یه زبان آموزی. بله شما بیاد، خیلی شاهدیم دیگه، آموزشگاه‌های مختلف همیشه میان قول‌های عجیب غریبی که میگن بیا آیلتس 10 بگیر، یه ماهه آیلتس 10. اوکی
شبنم من بیشتر از این اذیتت نمی‌کنم. خیلی ممنون، اطلاعات فوق‌العاده خوبی بهمون دادی، کلی ذهن خود من راجع به یه سری مسائل روشن کردی. امیدوارم که به زودی باز ببینم تو باهات حرف بزنم. من فعلا سلامت باشی، خیلی خوشحال شدم دیدمت.